سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 17 نوامبر است و در بخش مستقیم شما را با خبر و گزارش از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوعات. اوریز به جای واتساپ و تلگرام، تاجیکستان مثل روسیه میخواهد کاربران از پیامرسان ملی استفاده برند. شبکه برق کولوب اعتراف میکند که مقامات معلومات دقیق درباره رجه تامین برق را ندادند. ما روبرایت شهر گفتم شما سامانه در هفته‌اینا خاموشکنیان را وارد کنین. و فرماندهان اوکراینی میگویند در جنگ عصر 21 استفاده سلاح بی‌سرنشین فوق‌العاده مهم میباشد. در جایی که تانک نمیگذارد ما میگذاریم. از این رو ما قربانی زیاد نداریم. اما شروع میکنیم از اون که خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منبع‌هایش از جمله در دادگاه عالی تاجیکستان گزارش داد که ساکن شهر ترسونزاده پرویز اودینایف در پیوند به شکنجه و مرگ پسرش خسرو اودینایف به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات در این باره رسما اطلاع ندادند. یک منبع آزیا پلوس 17 نوامبر گفته است حکم 6 روز قبل صادر شد. به قول او دادستان برای اودینایف 27 سال زندان طلب کرد، اما دادرس فرزندان نابالغ داشتن اودینایف را به نظر گرفته حکم را 2 سال پایین آورد. خسرو اودینایف 15 ساله در ماه ایول امسال در پی شکنجه پدرش جان باخت. مقامات گفتند پرویز اودینایف او را به دزدی پول گمانزد دانسته، ولی به جای مراجعت به مقامات خودش تنبیه داده است. این حادثه در حال رخ داد که پارلمان سال پیش پدر و مادران را وظیفه دار کرده بود در تربیت کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند. بعد روسیه، تاجیکستان هم برای کاربرانش پیامرسان خود را پیشنهاد نموده است. این ضمیمه که از سوی تاجیک تلکام ساخته و با پیشنهاد خدمات علاقه به استفاده داده شده است، اوریز نام دارد. مقامات اصرار می‌ورزند که اوریز صحبت مهاجران را با خانواده‌هایشان آسان می‌کند، اما چیزی که کاربران را نگران کرده است پهلوی امنیتی استفاده از این ضمیمه میباشد. همکارانم زرانگیز نوروشوف و شهلای عبدالله در این باره معلوماتی بیشتر دارند. چه خبر؟ الو بعد میشنوم. سازندگان پیامرسان ملی اوریز تلاش دارند توجه کاربران را با این نقطه به ضمیمه جلب کنند که آن با سرعت پست اینترنت هم کار میکند. به تاکید آنها کاربران میتوانند به مشکل قطع علاقه در بین صحبت گفتگو کنند. خدمات علاقه تاجیکستان روز 11 نوامبر در سامانه‌اش از فعال شدن پیامرسان اوریز خبر داده هدف و ضرورت آن را شرح داد. به گفته این نهاد بعد محدود شدن دسترسی به تلگرام و واتساپ در روسیه هزارها مهاجر تاجیک از نزدیکان خود کنده شدند. با ادعای خدمات اوریز این مشکل آنها را آسان می‌کند. به من این پیامرسان از آن جهت پسند آمد که طرز به قیدگیریش خیلی قلای است. به هر صورت در تلفن من وی آسان بارگیری شد و توانستم واردش شوم. اما تمنا میگوید از این ضمیمه هنوز خودش استفاده نبرده است. از نگاه بی‌خطری من حالا نمیدانم، برای همین هم کمتر شبهه دارم به این پیامرسان. من مثلا میدانم که تلگرام بی‌خطریش خیلی خوب است. برای اوریز حالا نمیتوانم چیزی گویم. خدمات علاقه میگوید که با پیامرسان اوریز معلومات کاربران در داخل کشور حفظ شده امکان میدهد که مؤسسه ها و شهروندان در محیط امن و با اعتماد معاشرت کنند. اما برخی از کاربران و تحلیلگران ضمن بارگیری پیامرسان در اپستور به نقطه توجه کردند که به باور آنها بی‌خطری مکاتبه را زیر سوال میبرد. در بخش قاعده های حفظ حریم خصوصی پیامرسان اوریز چنین نوشته شده است: هنگامی استفاده بری شما از وب ضمیمه ما معلومات مختلف را جمع آوری میکنیم، از جمله معلومات شخصی، مثلا نام شما، پشت الکترونی و عکس پروفایل، محتوای پیام هایی که شما میفرستید یا قبول میکنید، معلومات درباره دستگاهی که شما برای دسترسی به پیام استفاده میبرید. در اونجا نوشتگی است که کارکنندگان به محتوای پیام های گرفته و فرستادهتان یعنی دسترسی دارند که آنها نگاه داشته می شود. از همین نقطه نظر اگر در زیر مفهوم محتوای پیام ها در نظر داشته باشند که همین خودش چی فرستانده و چی گرفته، یعنی که توانند که خوانند پیام های ما را، پس البته که به یگان طلبات امنیت جواب نمیدهند.
سازندگان پیامرسانی تاجیکی گفتند این معلومات با هدفهای گوناگون از جمله برای تحلیل و بهتر کردن کار آن استفاده می شود. یک حقوقشناس تاجیک گفت از سرقانون سر کرده تا قانونهای دیگر جمع‌آوری معلومات و مکاتبه را به اجازه کاربر منع می کند. کاربران در تاجیکستان حالا معمولاً از پیامرسان‌های تلگرام و واتساپ استفاده می‌برند و به این زمینه‌ها باور دارند. کارشناسان ساحه می‌گویند تهیه پیامرسان ملی اوریس هم تشبوس خوب است به شرطی که اگر استفادهش آزاد و به کاربر حق انتخاب داده شود. اگر که همه خیلی صفات را داده تواند به مثال تلگرام و رقابت آزاد کنند و گویند که باز بغیر از این باز بهتر صفتی کارش بهتر شود و همین مسئله امنیتی را نیز به نظر گرفته در سرورهای خودشان نگاه ندارند و یعنی یک چند باز امکانیت های علاوه‌ای پیشنهاد کنند شاید که در بین این یا آن قسمت اهالی گیم رایج گردد. معلوم نیست که تا حال چه تعداد از کاربران پیامرسانی تاجیکی را بارگیری کرده و استفاده میبرند. تشبثکاران اظهار امیدواری کردند که با افزایش شمار کاربران برنامه مذکور به برند ملی تاجیکستان در فضای مجازی تبدیل خواهد یافت. کاری که به گفته متخصصان آسان نیست و اثبات آن را میخواهد که قاعده های حفظ حریم خصوصی پر رعایت میشوند. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. طول هفته‌های اخیر ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان از کمبودی نیروی برق در منزل‌هایشان شکایت دارند. آنها میگویند در اکثر حالت قطع برق رجای معین ندارد. اما شرکت برق تاجیک تا حال رسما جاری شدن لیمیت را اعتراف نکرده است، هرچند گفته است پایین رفتن سطح آب در آب انبار نارک استحصال برق را کاهش داده است. همکارم محمد وفا رضازاده از مشکل بی‌برقی در شهر کولاب گزارش می‌دهد. این شمع اکنون به جای نیروی برق روشنایی می‌آورد. یک کاربر آزادی با فرستادن آن گفته است در یکی از محله‌های کولاب زندگی می‌کند. با گفته ساکنان برق را کدام وقت خواهند کشته و در می‌گیرانند. حالا دیگر با گفته ساکنان وقتی دقیق آمدن برق معلوم نیست. سویتامون کایی که فوران میکشن کایی که فوران میتن همین خیلی میکنن هر شب هر روز بعد بهانه میکنن که ترانسفورماتور کافیده همین خیلی بهانه ها میکنن به آگاهی سویت میکشن. 2 شب میشود در کولاب و ناحیه های اطراف آن برق در ساعت 21 خاموش میشود. صبح 11 نوامبر از تمام محله های کولاب شکایت رسید که برق نداشتند. در شبکه‌های تقسیم شهر کولاب این بی‌برقی را شرح ندادند. چون این خپودم خاموش‌کنی‌ها بود که رهبران شبکه از وظیفه برکنار شدند. متاسفانه یک سبب اساسی که روبرایت شهر کولاب در مجموع رفتن همین خنک نظری بود. شخصا ما کادرهای جوان باید همین مسئله خاطر بسیار فعال باشیم که هر چقدر مردم در تاثیر رسانی طریق همین صحیفه ها است. حالا نه تنها سامانه شبکه‌های تقسیم برق در منطقه فعال نیستند، بلکه به مراجعت‌ها هم درست پاسخ نمی‌دهند. رسما موسم لیمیت اعلان نشده است، ولی در تمام منطقه مردم از ماه سپتامبر به این سو برقی کم می‌گیرند. یکی از وظایف اولین درجه همین موافقت با مردم و اساس انشاءات اجتماعی میشه تا با حکومت شهر و فعال بودن در سامانه اداره. ما همین سامانه اداره را ما روبرایت شهر گفتم شما سامانه در هفته‌انه خاموش‌کنیان را وارد کنین. این تاریکی ها هم از مرکز کولاب بعد ساعت 21 گرفته شده است. از چند محله کولاب در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که از صبح برق ندارند. تا تهیه این گزارش برق به ساکنان این محله ها از صبح دادن نشده است. عامل نبودن یا نشدن آن را از صبح کسی تا حال شرح نداده است. اما بگاه قوه برق از ساعتی چند داده می شود اینش هم معلوم نیست. بی‌برقی سبب دیر آماده شدن این گزارش ما نیز گشت. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه می‌دهم. سه‌زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نوار آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. کمش 2 نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. از این پیش همچند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندانشان کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرفی نمیگویند. تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه می جنگیدند در اسارت آنهاست. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نامی 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را منتشر نمود که در جنگ اوکراین کشته شدند. در دشوارترین منطقه‌های مقاومت به تجاوز روسیه به مانند جبهه شرق پاکروفسک ارتش اوکراینی از ماشین یا خودروهای بی‌سرنشین استفاده می‌برد که همچون درون‌های زمینی نام برآوردند. این خودروها در رساندن اسلحه و مهمات، کوچانیدن سربازان زخمی به جای امن یا حمله به دشمن در جای‌های استفاده می‌شوند که تانک نمی‌گذارد. امروز افسران و سربازان حیات خود و ماشین‌های اختراع نموده‌شان را در خطر گذاشته در نبردها شرکت می‌ورزند. ادامه در گزارش همکارم خیرامان بخوزاده. در جبهه جنگ اوکراین بعضی درون‌ها نه در هوا بلکه در زمین حرکت می‌کنند. مثل این خودروهای بی‌سرنشین که در منطقه شرقی پاکروفسک اوکراین ضد نیروهای روسیه استفاده می‌شوند. از این خودروهای مستحکم در انتقال سلاح و زخمیان و حتی حمله به دشمن کار گرفته می شود. این ماشین محصول همین کارخانه مان می باشد. شب گذشته در نبرد اشتراک کرده، صبح برگشت. آن با مسلسل و صدها تیر مسلح است. به قول این فرمانده، ماشین نه برای نمایش بلکه برای شرکت در عملیات و محو دشمن استحضار شده است. ما با این ماشین دشمن را از نزدیک محو میکنیم. آنها نزدیک میشوند، ما آتش میکشیم، آنها عقب نشینی میکنند. بارها از آن استفاده برده ایم. فرمانده اعتراف میکند که بعضا درون هم مورد آتش قرار میگیرد. بعضا خودروها زود تخریب میشوند، اما بعضیشان صدها کیلومتر جبهه را طی میکنند. دیروز یک خودرو را برای انتقال سربازی زخمی فرستادیم، ولی تخمینا 6 پهپاد دشمن آن را هدف قرار داده از بین برد. شکل و نمود پهپادهای زمینی ارتش اوکراین با تشبس مهندسان نظامی و سربازان جبهه به نیازمندی ها مطابق کرده می شود. این درون زمینی می تواند که بدون کمک به واسطه انسان سربازی فوتیده را از جبهه به مکان امن انتقال دهد. رشد این نوع سلاح تقریبا 10 سال پیش شروع شده بود، ولی با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین توجه به درون‌های زمینی گسترش یافت. امروز از خودروی ساده برای انتقال بار تا ماشین‌های تخریب کننده دشمن در مسافه‌های طولانی اختراع شدند. در جایی که تانک نمیگذارد ما میگذاریم. از این رو ما قربانی زیاد نداریم. ما هر روز در همان جایی هستیم که تانک نمیگذارد. او می‌افزاید این درون‌ها در جای‌های شبیه پاکروفسک کاری دشوارترین را اجرا می‌کنند، اما جبهه تغییر می‌یابد. هر یک خودروی تخریب شده معنای زحمتی برباد رفته را دارد، اما به هر حال از دست دادن ماشین بهتر است فوت افسر و سربازان است، میگویند فرماندهان. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی رو به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این رو میتوانید در سامانه azadi.org شما پیدا کنید. این چنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما عزیزان است. اگر خودی شما هم شاید خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. فراموش نکنید فردا باز با خبرهای نو ما به استودیو برمیگردیم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانتان.